طولی 4 ماه است که خانه مدنیت رقم 2 و مکتب سند به شفاف بینای مسجد نور اسلام کوچانیده شده است. در مدت کوتاه حالت بیرونی کتابخانه تعمیر طلب شده است. گذشته از این در فصل زمستان این مؤسسه فرهنگی به قوه برق مانده فعالیت خود را محدود نمود. این حالت یکی از سوال‌های بود که ضمن نشست مطبوعاتی ریاست فرهنگی ولایت سوخت از مسئولین پرسیده شد. کتابخانه در اونجا تشکیل شد، در همونجا کینوتئاتر تشکیل شد، در همونجا باز یک اقدام نو بود، ایده نوترین و بهترین من فکر میکنم و این ایده رو با تمام جمهوری ما پهن کردن مدکار تشویق کردن مدکار این ایده تشکیل نمودن اکادمی تعلیم‌های ملی این چیز نیست در اونجا باور کنید ما این تشکیل کردیم. انکون در اونجا کتابخانه ها یگان کتاب فیلیال کتابخانه ها یگان تاش دنیای خودشون رو نداشتند. ما اول قدمی کلان پیش بردیم ما گفتیم که کتابخانه شهر دومین از بزرگی کتابخانه شهری نداشتند. من با دستگیری محترم رئیس ولایت رئیس شهر کتابخانه آورده کرده شهری کرده دادم. انکون میمونه پروبلم‌های تکنیکی. اگر ولی نکنید مثال بمونیم بابای میمود. فهمیدم با ممکنه 2 سال 3 سال کشف میافت. البته هم من خیلی گفتم اون شخصی که کار میکند کمبودی هست. من شما برای همین که اون کمبودی آهسته با آهسته درست وقتی که من تعمیر کردم برقش به حساب نگرفتیم. ناز از کاربری رفته شده است البته برقش البته روزی نزدیک میشود. گفتم که انا لیسانسی مونده و این مونده نبود نقشه مولی ندارم لیسانسیش هم من حاضر حل شد. تعمیر طلب بودن کتابخانه‌ها، کلوب‌ها، نرسیدن اسباب‌های موسیقی ملی، تجهیزات تقویت آواز، میز و کرسی‌ها، لباس‌های صحنوی و در مکتب‌های صنعت نارساگی واسطه‌های تکنیکی، کم بودن صف استادان رقص، این همه مشکلات ساحه بوده، مسئولان آن را خوب می‌دانند. بنا به گفته سردار ریاست فرهنگ برای برطرف نمودن حالتی به عمل آمده همه روزه کوشش نموده ایستادند. علاوه گردید که به این کمبودی ها نگاه نکرده ریاست فرهنگی ولایت سوخت نقشه های بسیار دارند. یک نقشه مکمل ترتیب داده ایستاده‌ایم و راهی اصلاح این کمبودی ها هم هست. در یک مدت گفتم لازم است که البته همه اون کمبودی‌هایی که ما کوتاه نامبر کردیم در یک روز یا 2 روز ما اون رو اصلاح کردن این غیر امکان است. لیکن مرحله به مرحله عمیق با یک برنامه پوره ما همه این کمبودی‌ها رو تا جشن 30 سالگی آهسته همشون رو ما برطرف میکنیم. کتابخوانی جلب جوانان به کتاب، توجه به تاریخ و رشد فرهنگ مسئله‌های بودند که ضمن نشست خبری مطرح گردید. از جانب روزنامه‌نگار یادرس شد که در ایستگاه‌ها گوشه کتابخوانی و یا ارمغان‌های موسیقی تشکیل شود. سردار ریاست فرهنگی ولایت سوخت در جواب گفت که این پیشنهاد به اینابت گرفته شده روزهای نزدیک حل خود را می‌یابند. برای همین دایره این چیز ما گفتیم هستیم که البته ما حاضر با شرکتی اساساً تیسل همکار کردیم همین مسئله اکنون گپ راستش گویم حاضر همونجا زونای منطقی وای فای رو تشکیل می‌کردیم و حتما با سایت‌های آدیو کتاب‌ها کاربری کردیم هستیم. آدیو کتاب‌ها یعنی برای اونجا این به جوان‌ها است برای اینکه گرفتن کتاب خواندن اون بین 15-20 دقیقه که یک فاصله خیلی کم است. سال 2019 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بخشیده به هر عید و ایام و سنه‌های تاریخی جشن چاره‌بینی‌های فرهنگی برگزار گردیدند. مثلا در ناحیه عینی 620 چاره‌بینی‌های فرهنگی عمومی، در ناحیه اشت با تشبث کارمندانی سال 1816 ناحیه باباجان غفاروف بخشیده به سنه‌های تاریخی و سیاسی زیاده از 3200، شهر استرافشان 3567، شهر خوجند 145، ناحیه باباجان غفاروف 1887، کانی بادام 1790 چاره‌بینی ها برگزار گردیده است. گزارش گنجینه عالمی و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی